روز 25 مای در تالار کنسرت سروش شهر دوشنبه به افتخار روز جوانان تاجیکستان کنسرت افسران آمریکا دایر گردید. این کنسرت با شکوه از جانب سفارت ایالات متحده آمریکا در جمهوری تاجیکستان راه اندازی شده. مهمانان و ساکنان پایتخت از موسیقی‌های آمریکایی لذت بردند. با تشبث سفارت ایالات متحده آمریکا در جمهوری تاجیکستان به افتخار روز جوانان تاجیکستان در تالار کنسرت سروش برنامه فرهنگی با اشتراک گروه هنرمندان آمریکایی برگزار می‌گردد. باید گفت که به افتخار روز جوانان تاجیکستان این گروه سرایندگان از ایالات متحده آمریکا آمدند تا روز جوانان را به همسالان تاجیکشان تبریک بگوید. این گروه دیروز در شهر کلاب باستانی برنامه کنسرتی گذراندند و امروز انتظار است که ساکنان دوشنبه را با سرودهای آمریکایی خود به وجد بیارند. کنسرت گروه حربی هوایی قواهای مسلح آمریکا افسن در تاجیکستان در ناحیه رشت و شهر کلاب نیز دایر شد و این روز آنها همسالان دوشنبگی خود را با روز عیدشان تبریک کردند. ما از دیدن گروه افسن در اینجا که برای تجلیل روز جوانان تاجیکستان یک هفته باز آمدند خیلی خوشحالیم. آنها در اول همین هفته در رشت برنامه موسیقی خود را آغاز کردند. دیروز در کلاب بودند و در نزد مردم برآمد نمودند. این یک امکانیت عالی جناب برای مبادله موسیقی آمریکایی بود و برای تماشابینان دوشنبگی سورپریز است. سرود با زبان تاجیکی. ما خرسندیم که در اینجا بسیار جوانان را می‌بینیم و روز جوانان تاجیکستان را با موسیقی جشن می‌گیریم. کوینسی براون یکی از نوازندگان این گروه گفت افسن گروه گوناگون جنبه نوازندگان است که نمودهای گوناگون موسیقی را از ژانرهای پاپ، راک، کانتری و جاز نمایش می‌دهند. اعضای گروه نوازندگان سطح جهانی اند که در بهترین مکتب‌های موسیقی آمریکایی و بین‌المللی تعلیم گرفتند. همه آنها اختیاراً استعداد خود را برای خدمت در قواهای هوایی ایالات متحده همچون نوازندگان دائمی فعال استفاده برده ایستادند. من کوینسی براون هستم از گروه موسیقیچیان آمریکایی افسن. ما از قطر آمدیم و حالا در تاجیکستان هستیم تا برنامه‌های موسیقی خود را اجرا کنیم. ما یک گروه 7 نفره ایم. این گروه تا زمان وجود خواهد داشت که ارتش آمریکا وجود دارد. موسیقی یک قسم مخصوص نظامی است و ما 75 سال باز در سراسر جهان موسیقی را با دیگران مبادله میکنیم. ما به تاجیکستان آمدیم، وادی رشت را تماشا کردیم، کلاب را دیدیم و همگی چند هفته پیش در ازبکستان بودیم. امیدوارم که به بعضی کشورهای دیگر منطقه هم می رویم. تأثیرات من از تاجیکستان عجیب است. من با آدمان عجایب واخوردم. آش پلو و قروتاب خوردم. مردم تاجیکستان مهمان دوستند. ما توسط موسیقی دوستی تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا را مستحکم میکنیم. ذکر شد که گروه افسن به کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان و تاجیکستان سفر کرده کنسرت های عمومی دادند. آنها قبلا سال 2017 به تاجیکستان آمده بودند. این گروه در رپرتوارشان یک ترانه تاجیکی نیز دارند که سرود چکچک باران بهار دلیر نظرف است.